اینجا نمونه کار ایجادی من شامی قصر ارباب است که با مقصد اشتراک در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من آماده نمودم و تا به دور جمهوری با همین کارم رفتم و در جمهوری نیز بهای بلند دادند. در اینجا هنرهای آمیخته یعنی آورده شدند. هنرهای آمیخته از قبیل یارمه‌دوزی، کشیده‌دوزی، گلدوزی، اینچنین آرایشات و همچنین چراغانکنی آورده شده است که من در اینجا بیشتر متاع کبود را برای آن انتخاب نمودم که خواستم یعنی شام قصر ارباب را نشان داده باشم. به فکر من تقدیر حل کننده خلق و ملت تاجیک همین قصر ارباب بود. پنجم می سال 1992 در بین شهروندان تاجیکستان جنگ شهروندی آغاز می شود و وکیلان اجلاس تعیین میکنند برای برطرف کردن جنگ. انتخاب میکنند شهر خوجند و همین قصر مدنیتی ارباب رو. و قصر ارباب که در بلندی جایگیر است از حسابی مثلا حمایه وکیلان خودی همین حمایه قصر جای موافق جای مناسب بود. اجلاسی از 16 نوامبر تا 2 دکامبر ادامه میکند. در همین تالار قصر ارباب اجلاسی تقدیرساز برگزار گردیده بود. در اجلاس 23 مسئله های اساسی دیده برآمده شد که یکمین این خاموش کردن جنگ شهروندی، دوم انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، ضمن همین اجلاسیه مقدسات ملی پرچم دولتیمان را انتخاب میکنند. در صحن قصر آشتی برگزار میکنند و به خود قول میدهند که صلح را برپا میکنند. اینجا همچون قصر صلح و دوستی از همان سالهای 1992 یعنی که شناخته میشود. این تالار از همه تالار کلانترین در قصر ارباب می باشد که در اینجا جلسه های سیاسی و فرهنگی برگزار می گردد. در همین جا همه دپوتات ها، نماینده های حکومت پهلو به پهلو نشسته برای خاموش کردن جنگ شهروندی، برای برپا کردن صلح در مملکت ما اندیشه های خود را بیان می کردند. You see, one belt was not enough for him, so he of the summit in the Stalin Khatami Jabal? Yes. The Stalin. Yeah. You know how they call this official? Very. Thank you for you. Thank you for you. And we are living here. در این تالار اساسی باز یک پرده اساسی هست که بخشیده به 30 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 2022 نصب شده است. در این پرده جایهای اساسی یعنی که انشاءات‌های اساسی ولایت سوخت را دیده می‌توانید که در مابینش قصر مقدس ارباب انعکاس یافته است.